لاس وگاس یکی از زیباترین، پرزرق و برق‌ترین و قشنگترین شهرهای امریکاست. ما امروز اومدیم توی لاس وگاس براتون یه اپیزود باحال رو ضبط بکنیم. در مورد فکت‌های لاس وگاس که شاید کمتر شنیده باشین صحبت می‌کنیم و چند تا جای باحالم میریم توی این سفر کوتاهمون و بهتون نشون میدیم. این ویدیو قراره جذاب باشه. اسم من پدروه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب بچه‌ها این ویدیو یکم متفاوته، به غیر از اینکه میخوام در مورد فکت‌های لاس وگاس بهتون بگم و تصاویر باحالی رو بهتون نشون بدم، یکم از خودم بیشتر قراره نشون بدم و جاهایی که میرم، کارهایی که میکنم هم بهتون نشون بدم. اگه اومدین لاس وگاس، این یکی از بهترین ویوهای شهر لاس وگاس هستش. من توی هتل کاسموپولیتانم، اینجا طبقه 52مشه. این ویو خیلی قشنگه. این تصویر رو داشته باشین. حالا شبم بهتون دوباره همین ویو رو نشون میدم. اگه توی ویکند نیاین و توی تعطیلات نیاین، این اتاقو میتونیم با قیمت مناسب بگیرین. قیمت این اتاقو براتون مینویسم اینجا توی این ویدیو که داشته باشین. از این به بعد بعضی از ویدیوهامونو بیشتر سعی میکنم براتون توضیح بدم چیه چجوریه. این یه سویتشه، سویت خیلی باحال و بزرگی هم هستش. برو بریم که میخوام بهتون کلی چیزای باحال نشون بدم. خب همونطوری که گفتم، میخوام امروز توی این ویدیو چند تا از فکت‌های باحال رو در مورد شهر لاس وگاس بهتون توضیح بدم که شاید نشنیدین یا کمتر شنیده باشین. از پولدار شدن یه شبه تا بی خانمان شدن یه روزه. اول بذار با یه فکت جنجالی شروع کنیم. بزرگترین باختی که توی تاریخ وگاس ثبت شده مربوط میشه به یه میلیاردر استرالیایی به اسم کری پکر. این بابا توی یه سفرش به وگاس یه چیزی هولوهوش 127 میلیون دلار پول باخت. یعنی حتی اگه تو هر دست پوکر 10,000 دلار ببازی، بازم یه چند سالی طول میکشه تا به این عدد برسی. ولی خب واسه بعضیا پول فقط یه عددی بیش نیست. تو اکثر کازینوهای وگاس هیچ ساعتی روی دیوار نمیبینی، نه ساعت نه پنجره، هیچی. چرا؟ چون نمیخوام متوجه بشی ساعت چنده، چقدر پشت میز نشستی. تو فقط بازی کن، ساعت رو فراموش کن، زندگی تو کن. روزانه بیش از 300 ازدواج توی وگاس ثبت میشه. یعنی اگه الان مستی، دوتایی عاشق شدی، یکی رو تو کوچه پیدا میکنی و 10 دقیقه بعد شوهرش میشی یا زنش میشی، بدون خانواده، بدون مراسم، فقط با یه کشیشی که شبیه الویس پریسلیه. جالب بدونی فقط حدود 15% درآمد کل وگاس از قمار میاد. بیشتر درآمد این شهر از هتل ها، رستوران ها، شو، کلاب ها و فروشگاه هاست. یعنی حتی اگه قمار هم نکنی، بازم رود کلی پول در میارن. آقا تاکسی سفارش دادم، نگاه کنین چه تاکسی با عشقی اومده. You have cool lighting. دیگه کلاب بازی از همینجا شروع شد دیگه تو لاس وگاس. آقا روز اول عصر یکی از رستوران ها هستش تو تقریبا خارج از دانتاون لاس وگاسه. بچه‌ها خیلی بهمون معرفی کردن بیاین اینجا حتما غذا بخورین. یه غذا اینجا بزنیم، بهتون میگم غذا چطوری بوده. میریم بقیه جای دیگر هم فیلم برداری میکنیم، اسم رستورانش و چقدر غذا شد و همه اینا رو براتون توضیح میدم هنگام غذا رو آوردن برامون. آقا بهشون گفتم خفن ترین کوکتلتون رو واسه ما برداریم بیاریم. ببین چی آوردش، ترکون دیگه با این کوکتل. آقا رستوران عالی بود. حتما اگه اومدیم وگاس این رستوران رو بیایم. ما الان میریم سمت داونتاون، داریم میریم یه دونه سیرک باحال، بعدش کازینو. سیرک خیلی خفنه، از توش براتون کلی ویدیو میگیرم. سیرک دو ساله یکی از بهترین سیرک‌های جهانه، از اونجا براتون فیلم میگیرم. داونتاون و کازینو رو با من همراه بشین. وگاس بیشتر از شهرهای دیگه تو کل دنیا اتاق هتل داره. حدود 150,000 اتاق فعال، از ساده ترین تا لوکس ترین. فقط هتل وینیشن و پالازو با هم بیش از 7,000 اتاق دارن. یعنی یه شهر تو دل یه شهر دیگه. اسم لاس وگاس تو اسپانیایی یعنی چمنزارها، چون زمانی این منطقه پر از چشمه‌های زیرزمینی بوده، ولی الان خشک‌ترین نقطه آمریکاست. بیشتر آب شهرها از رودخانه کلرادو میاد و از صدها کیلومتر اونورتر. میخوام بهتون بهترین ویو شهر وگاس رو نشون بدم. یعنی هر هتلی شما بگیری، با هر قیمتی بگیری، این ویو بهترینه. این یعنی گرونترین اتاق نیست، ولی این ویو 100% بهترینه. سیرک
دو ساله یکی از بهترین سیرک‌های جهانه که توی هتل بلاژیو برنامه‌شون میذارن. حتما اومدین اینجا سیرک دو ساله هم نگاه بکنین. اگه اجازه بدن یه سری فیلم براتون میگیرم، ولی دم در نوشته بودش که ممنوع فیلم برداری. فکر کنم داره شروع میشه. خیلی از هتل‌ها و آسمون خراش‌های وگاس طبقه 13 رو حذف کردن، یعنی بعد 12 مستقیم میره رو 14، چون خیلی‌ها به عدد 13 بدبینن. حتی آدمایی که کل پول زندگیشون قمار میکنن از عدد 13 میترسن. دمای هوا تو تابستون‌های وگاس راحت به بالای 45 درجه میرسه. برای همین بزرگترین هتل‌ها و کازینوها سیستم‌های سرمایش غولاسا دارن. مثلا فقط برای خنک کردن یه هتل مثل MGM به اندازه مصرف یه شهر کوچیک برق میبرن. باور نمی‌کنی، ولی جمعیت ثابت شهر لاس وگاس حدود 600,000 نفره، اما هر روز بین 120 تا 150,000 توریست تو این شهر هستن. یعنی جمعیت توریستای شهر 2 برابر خود مردمه. آقا دیشب تو کازینو $200 گذاشتم، $300 بردم شد 500 تا. خیلی هپی ام. همیشه من میباختم تو کازینوهای وگاس، این سری بردم. خیلی هپی ام. اینم آقای گارد. روز دومه، عصر دیگه میخوام جمع کنم برگردم سمت اورنج کانتی. هوا خوبه، مردم دارن آفتاب میگیرن. با اینکه وسط هفته است خیلی شلوغ بود، یعنی خیلی غیر عادی شلوغ بودش، با اینکه روز تعطیل نیست، ولی تو وگاس همیشه کلی آدم هستش دیگه. این شهر کلا خواب نداره. بریم بقیه فکت‌ها رو نگاه بکنیم. آقا نوشته برای سیگار و ودکا پول بدی من میرقصم. یکی از فکت‌های غمناک اینه که زیر شهر لاس وگاس یه شبکه وسیع از تونل‌ها وجود داره. حدود 600 کیلومتر تونل. این تونل‌ها اصلش برای هدایت سیل ساخته شدن، ولی الان حدود 1500 تا 2000 نفر بی‌خانمان توش زندگی می‌کنن. زندگی در تاریکی کامل با خطر سیر ناگهانی، بدون برق، بدون سرویس بهداشتی، بدون امنیت. به این افراد لقب مول پیپل یا همون آدم‌های زیرزمینی دادن. یه اسم خیلی تلخ و ناراحت کننده. خیلی از این بیخانمان‌های وگاس قبلا کارگرای خود شهر بودن. تو هتل‌ها، کازینو، رستوران یا خدمات دیگه‌ای به مردم شهر میدادن و آدمایی که دیروز پشت میز بودن امروز شب رو تو تونل میگذروندن. Others taunt, give you solace when all is lost. ویدیو ما امروز همینجا به پایان میرسه. اومدم وایت کسل. این اولین برگری تو امریکاست، تو کالیفرنیا نیستش. تا دیدم اومدم امتحان بکنم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینا سعی میکنم از این ویدیوام بذارم حالت ولاگ داشته باشه، راجع به اون شهر توضیح بدیم و اکسپریانس شخصی خودم بگم. من وگاس رو خیلی دوست دارم. سعی میکنم 2-3 ماه یه بار حتما بیام. بهتر اینجا برای اینکه با رفیقات بیای اشغال بکنید. جای باحال داره، جای خفن داره، جای خطرناک و زیاد جالبی هم نداره. برای زندگی نمیدونم چطوره، ولی برای اشغال عالیه. اگه این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک
لایکش بکنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو بنویسین، بگین شهر بعدی کجا بهتره باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.